حال قصه چون دیگه جنی علاس کنیم واجم بازگشت چند کلمه گوشی واجه عرض کنه چه پترشا پرنگی زمانی که سر ملکه من رفت خواه و برگ بی شمس وزیر و کمر وزیر ناپدید بیتن سیاه گود گره کو چه عیش و خوشی و وطی دیم بست تمام شهر چه پرسا ملکه و سیاه پوش بیتن در غم و ناراحتی تو که وتی روچ گوازین تا روچ پتر شاه در سک باز ناراحتی و غمناکی تو که من بارگاه نشته بیتگه که امیران خبر کو و خبر آورد چه طرف پاپاس شاه الجی ادک یکی چه امیران آی استقبال کد آی دیما رفت و الجی تحویل گرفت آورتی در برابر احترامی کد وتی نامه به دست پترشاه داد که قاصد الجی وجه قاصد نامارو کوشن که پاک وتی نامه به دست پترشاه داد و پادشاه نامه پچ کد دیتی لکتا ای پادشاه بیرم تو که وتی جنک 1000 عاشقی هسته تو زانت که تی جنک 1000 عاشق هستین و زانت پرچیه منی چوک نوجوانی تو پکشگا دا پرچیه جنک تو وتی با مکر تزیر و مکر چالاکی پا منی چوکا داده که آیا من جوانی توکا چه زندگی ناامید کد من شباب و جوانی توکا چه زندگی ناامید کد به هر حال من گو 100,000 سپاه در 3 منزلی تی شهر اتکا نشته گونتی ملکه یا قاتلا من چوکه گا دست بسته بده بیارم یا آماده جنگ ببه که حاک تی شهر سرام تی شورت و تی پادشاهی سرا ریچون اسبابان فراهم کنم یا حاک تی وطیمه سرا پا اسبانی سرا ترا کشون ویران کنم تی ملکا جنین و چوک و عیال همچو جنین چوک هرچی هستین تمام با خرابات کشون نندینو زیت منی نامه جواب بده ما و تکلیف بزانو پادشاه همه که کاغذ وانت دید تیوشی ناخوشین و دماغ ناخوشین گوشی آیی دماغ چه دنات و داگی چه ملکه تازه بیت کترات اشک کتره وجه پت چای دیما چه ای چما چه سرچیر بیتند امیران حیران بیتن مسترب بیتن عرض کو قربان به ما این نامه تو که چه لکتگه که خاطر مبارکن تی پریشان بیت پادشاه نامه با صدای با آواز برزین آواز سرا نامه واند و گوشتی واجه ها من نزانو چه جواب بنویسم و ای عجلتن که ایزیتی قاتل من چه کجا بیارم قاتلی که در میان نیستین
و دماغ حوصله جنگ کنک همون نیسته. امیران عرض کو قربان به ما چی بیته که دماغ ترا نیسته. انشالله دانتی عمر باقی مانده بیبیته خداوند عوض ملکه گا ترا دانت. پاد شمس وزیر و کمر وزیر اگر در میان نیسته ما که نمرتگیم. به حمدلله سپاه خزانه تی بجاگه ہیں. اشاره کنی آچه که بلوٹه سپاه ما حاضر کنی. ما هم تا جانی هستیم. ما رقابت وطیگا کوشش کنی و جانا ما وطیگا تی قربان کنی. پوت شاید کلم طلبت کلمدان جوابی لکه وشی مخفی چیزی هسته که مخفی نه که نوشته شما رسته. مضمون آیی اطلاع حاصل بیته. اولا به جلال خدا و به عیسی بن مریم قسم پسر چوک تو ملک هوشنگ کرد که با کمال رضا و رغبت دوستی وتی داتگم وتی جنکم پرهلکا آیا سیر کتا به دست آیی داتگم. شب ما کلیسا رندان و دوزان آیی کشته. در جستجو قاتل امیر هوشنگ بیتگم که شب دهم قتل امیر هوشنگ شب دهم که بیته در بستر واب سر نوجوان دوتگ منی برتا جنکه. 4 روز تا به حال من با پرسا ازاداری جستجو قاتل مشغولم. تا هنی قاتل پیدا نبیده. خدا زان که جگر منی و تمام اهل مملکت با تی چوکا در قیامت ما سوچگیم. حالا اگر قاتل بلوٹه قاتل در میان نه. اگر صلح کنه مختاره و اگر هم اراده جنگ هستین بسم الله. من هم پاد کمی چطور ندارم. هرچه چه دست منی در بیه من تی خدمت اوشتادم. سر نامه بست موری کد به دست الجی داد و آی مرخصی کد و با امیرانی گوشت پاد با تدارک سپاه مشغول به سپاه جمع کنگا. امیران هم دنا رفتن هر یکی به یک طرف سپاه در دستان بیته که جمع کد جیره و مواجب داتن چه شهر دنا دیم داتن. در مدت 10 شب و 10 روز 100,000 جنگجو آزموده جنگجوین آماده کو دن شهرها چه اردوگاه جد جنگ جا و جنگ میدان وطیا آماده کد. پوت شاه و 700 امیرا وط با اردو رفت. شب او دا گوست روچ دیگه علامت سپاه پاپاشای ظاهر بی مدت 2 شب و 2 روز دسته حد کن برابر دیم پا دیم اردو پوترشاج میدان جنگ دیم پا دیم اردو پوترشا وجه خیمه جد و چادر جتن تو و تی کردل بستن و تی جنگ جای آماده کتن. هر یکی جا با جای وقت آرام گفتن. روز دوم وقت پاپاس شاه گومتی وزیر و امیران اتکن وارد اردوگاه میدان جنگ بیتن. پاپاس شاه نامه پدا و پوتشاه لکه که اگر لوٹه من چه سر وتی چوک امیر هوشنگ بگذم قاتلا آیا دست بسته بده بیارن و وتی جنکا پروپلکای هم با یه دیگه چوکا وتیگا با دوان امیر پرهنگ و نامی هستیم بده تا با خوبی و خوشی دست چتی سرا چست کنم. الا
و الا با خونخواهی امیر هوشنگ یک نفر چه اهل ای شهر تماما زنده نیلو. پادشاه نامه وان در جوابی لکه معلوم هست عقل تی چه سرا بدر رفته. منا چه وقت ترسینه من چه نامه اول که سر پرولکا در جامعه و برتگه گرچه آیی دیگه فرزند من ندارم، قاتل هم پیدا نه ظاهر نمیده. همه که نامه پاپاشاه رسید مردمان فرمایتی تبل جنگ به نواز شدران. چه طرف هم جواب داد و دو لشکر در برابر هم صف وتی وجه آماده کتن تو صف بست و به جنگ واسطه آماده بیتن. چه لشکر پاپاشاه یکی چه امیران به میدان آد مردی طلب کو دلاوری هم چه سپاه پادشاه به میدان رفت سر رای بایه گفت نیزه و به نیزه جنگ مشغول بیتن. بعد چه جنگ نیزه و با عمود دست به زحمه برد به یکا دیگر را جت هر دوی زخمی بیتن. چهار روچه ده روچه روا هر دوی طرفان چند نفر وشی هر دوی طرفات چند نفر کشک و زخمدار بیتن. شب به سر 10 ساعت روح وجه تبل بازگشت که جنگ بند کنگه جته. الکسه مدت 3 سال تمام که امیر ارسلان محاک پریزاد بیتگه پادشاه و پاپاشاه در برابر یک کادگه اردو جتا بیتگه جنگ کتگه. نه اشیا خطر بیت و نه آیه زفر و یعنی نه اشیا برد نه ای وقت من برنده بی نه آ بازنده بیت. نه اشیا برد یعنی برنده بیت و نه آیی وقت من آیا خارت وقت من نه هر دو یک کادگر هم مقابله اوشتاده کتن. هر روز چه دو طرف اگر یک چشیا کشک بی یک چایا کشک بی اگر 10 چشیا کشک بی 10 چایا کشک بی یک کادگر هم مقابله اوشتاده کتن. نزدیک بیته که شکست من لشکر پادشاه بکپی نزدیک بیته شکست من لشکر پادشاه وشی بکپی. پادشاه شب و روز من گوسته پرولکا آرامی نیسته با گریوه و زاری گوازینتی گو امیران با غم ورگ روزگار گوازینتی. پاپاشاه هم که یک گنو کیا که کسی خبری گوش نداشت و هر روز جنگی کت نکو. پادشاه هم چوت چوک گمان چی حیران چه بکن مجبور آی دیما اوشتادگا هاری نمان نتگا چه ناچاری جنگی کو. عرض کنی چه امیر ارسلان نامدار که چه شهر لال و سپاه ها مزنه گرانه بدر آت کشی تمام جا منزل حرکت کت و مدت 6 ماه تمام هیچ جاگه توقف نکو تا به 3 منزلی کلات سیوم پرنگ رستن. امیر ارسلان گوشت در چمن خوش آب و هوای و سراب پردهی که هستی همو دعوتی اردوگاه بجنم بر پای بکنم. و شمس وزیری گوشت وزیر هنی بگوش بگند و تکلیف منی گم پادشاه چی باید بکنی؟ آیا ملکه بر رضایت به من دانتی یا جنگ کنتی گم؟ شمس وزیر ساعت فکر کو بچه‌ای سری چسکو گوشت قربان به من زمانی که کمر وزیر ملکه دوزد به علم سر آیی همرنگ سری برد من که در زندان بیتکتون پادشاه من انعامی داد و چما کمک کی لوٹه. من
به سر لاش وجه پاروکلکا او کجا رفت؟ کجا رستگتیم؟ او چما کمک کلوٹه ما هم به سر لاش اتکم فهمیتم که کار کمر وزیر هستیم که آیا ملکه دوزته و من کنده پادشاه گوشت پادشاه من گوشت پرچیا کنده گوشتم من ملکه به یک شرط زنده کنم او زنده کنم جستی کو چه شرطه؟ گوشتم به این شرط که نوشته به من بدهه هر وقت پارولکا زنده و سلامت دیده چه سر خون الماس خان و الجی سام خان بگذه ما همه ساعت ملکه عقد کنه به امیر ارسلان رومی بدهه من ده اثر ملکه زنده کنم لوٹه نوشته مدهه امیران گوشت هنی که ملکه مرته به رفع بهانه شمس وزیر بنویس پادشاه نامه لکت مهری کو به دست منی داد منم به صورت اژدیای بیتم با باغ کمر وزیر رفتم که تو تیر به چمه جته که آیه هم تیر به چما منی زد که تدک و من با آیه پشتا رفتم که گیری بیارم آصف وزیر کسی به منی واسطه دیم دادگا من به شهر لال رفتم هنو که آیی نوشته و خط مور پادشاه در بغل منی کیسگاه هسته تکلیف شما ای هستین در همه منزل بمانه و به پادشاه نامه بلکه و شهر حالا و دیگه بیان کنی ملکه هم یا نامه بوتی پتا بلکی بنده کاغذان برون و گم این نوشته که پادشاه وطی هستین دونی اگر با صلح راضی بید که بهتر چشی چیه اگر بنای جنگی کد که چه آپ و ورگا و جنگ کنک پیش شما یکی هستین امیر ارسلان شاباشی داد شاباشی کتی نامه کمال مهربانی لکه که قربانت کردم اگرچه تقصیر بالاخره نامه لکه به خاطر مبارک چما رنجته لیکن با اقبال بی زوالت خدمت کتون که بگو 100,000 نفر هیچ کس چه بنی نو بشر نتونته که جا بیاری به مدت 3 سال تک و تنها کله به کله اپریتان آهرمنان کاپون جتا کوکاب ده ملکه آپاک پاروک لکا چه جنگ پولازره دیو و کمر وزیر نمک بهرام نجاتون داده لیکن صحیح و سالم هستین چند روز دیگه به خدمتی کارون رسینو اگر در جایزه یک خدمت که سر تقصیران سابق بگذه به کمال بنده نوازی اگر کشه هم سرمنی ای زهم شما به خاطر ملکه سر و جان قابل نیستین سر تسلیم ایر کنیم به حکم و رای شما که شما رای بده هرچی اندیشه بزانه رای شما ببی ما قبول کنیم و اگر بنده به غلامی ملکه قبول بکنه که ما در خدمت سعادت و خدمت گذاری هم و اگر هم قبول نکنه جان و تیگا فدای کنه دیگه امر چه مستر و جلال هسته سر نامه بست موری کو به دست شمس وزیر داد ملکه هم یا ریزه نامه و پته خدمت لکه تصدق خاک پای مبارکه بمون قربان خاک پای مبارکه بمون تقدیر آسمانی و بدبختی مدت 3 سال من گرفتار کمر وزیر نمک بهرام بیتگم شب منا دوزتگی و به جای من کسی دیگری سری برتا
تمام فتنه ها چه شپا سیر شپا چه کمر وزیرا با پا کتن تا آخر گرفتار دست پولازه را دی بیتگم منا با مملکت پریزاد برده با هزار بلاها منم کشتگه اگر 100 سال شرح بدون تعریف بکنم یک چه هزار آها نتونم ده امیر ارسلان منا چه بنده نجات داد گو کمال و عزت و احترام آورتی انشالله چند روز دیگه به حضورت مبارکین ما رسیم توقع ایشین چطور که هرچی به ما مهربانی مهر محبت داره په امیر ارسلان مهربانی بکن و تفصیل حال وتی به شمس وزیر به عرض رسینو و من چه شوق خدمت نزانو چه عرض بکنو هم سر نامی وتی بس موری کو به دست شمس وزیری داد واجه یک قصه هم ده 21 دقت بی او واجه کتاب آخر مگه هرچی بانو من زانایش بید سلامت باتی واجه الله مهر